اومدیم شهر کسی. اینجا از مارسی نیم ساعت فاصله داره و معروف به کلانکاش. کلانک چیه؟ هرگاه پارکی نداره. یه پارک طبیعی آب که رفته بین صخره‌ها یه سری مسیر رو تولید کرده که بهش میگن کلانک و الان میخوایم بریم. اینجا سه کلانک معروف داره. ما اولی رو یه بار رفتیم چند وقت پیش. الان میخوایم دومی رو بریم. فکر میکنم 40 دقیقه پیاده باشه. ولی کلا خیلی شهر توریستیه. الان داریم میریم به سمت بندر قدیم. بندر قدیم شهر کسی. ما تقریبا یه رو اومدیم، رسیدیم به کلانک پغمیو، اولین کلانک توی کسی. حالا باید پیاده باز ادامه بدیم تا به کلانک بعدی برسیم. کلانک پغمیو اینجا اسکله است، بیشتر قایقا میان پارک میکنن، معروف چرا نمیکنن. بعد داریم میرسیم به کلانک بعدی که اسمش هست پخپان. ما رسیدیم کلانک بعدی، هم بریم شنا کنیم. همیشه استادیوم امروز بازیه، فکر کنم بازی دوستانه است و اینجا شلوغه.